تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. سلام شنوندگان گرامی، حالا خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ اتم خواجه در قرائت مؤلف بشنوید. گفتار 25. طبع سید فرخشاه پس از صحبت با همسرش تماما چاق شد. وی به قرائتخانه در آمد و از طاق کتابمانی قوطیچه چوبین را که دیوارهایش کتیبه های حکاکی داشتند گرفته در نزد میز پستک دوزانو نشست. از قوطیچه دوات و کلید برآورد و از بالای بسته کاغذ روی میز ورقی را سوی خود کشیده زیر لب بسم الله الرحمن الرحیم گویان به نوشتن آغاز کرد. به نام پاک بسم الله الرحمن، خداوندی زمین و چرخ گردان، بیان سازم به نام شاه شاهان، همه بودند اندر ملک شغنان. شنو از من اسامی نامه چند، کتاب گردی از این گفتار خرسند. فلک هر روز طرحی تازه دارد، به کامی دشمنان خمیازه دارد. از روزی که یوسف علی خان پیشنهاد او را در باب تازه و فراخ کردن جویبار پذیرفت، سید فرخشاه به خاطر مهربانی شاه بر رعیت نیت کرد که درباره تاریخ شاهان شغنان شعر بنویسد و نام و کار یوسف علی خان را در آن به نیکی رقم بزند. مضمون آن در ذهنش پخت، به قدرت شاعریش نیز باور داشت، زیرا بعضن چیزهای نوشته به خصوصش شاعر سید جعفر میداد و از وی تعریف هم میشنید. تنها حالت لازم بود که شاعر را تحریک بدهد و سر میز نویسندگی بنشاند. زنی عزیز دردانه‌اش همین حالا خاطرش را بالیده ساخت و او را برای روی صفحه ریختن افکار و احساسش بال و پر بخشید. سیمای همسر فرشته خو چهره های تمام اجداد وی را که پشت به پشت شاهان شغنان بودند در پیش نظرش یکسان مهربان و نازنین به جلوه آورد. میدانست که این حالت رویای فریبا بوده، از واقعیت خیلی دور است، اما یک برتری مهم دارد. شعرش در نهایت کار انشا می گردد. اگر پرخاش و بیداد آنها را به نظر گیرد، مصرعی هم از زیر کلکش بیرون نخواهد آمد. بیتهای ناپیدا اول پی هم از گنجور سخن شاعر پشت هم به دفتر می نشستند، به چیز دیده شونده تبدیل می یافتند، ثانی به زبان می آمدند و دلی آفریدگارشان را شاد می گرداندند. چنین گویند دانایان ناطق، ز ماضی شهان دور سابق، بزرگ و نامدار اهل دوران، اسامی شریفش عبدالرحمن. و شغنان آمد و بر تخت بنشست، پی خارق عیان کردن کمر بست. چو از نسلی شریفش ماند بنیاد، مران شهر را بگفتندی خدا داد. چو بر تختی خلافت گشت مشهور، از آن شد دشمنانی شاه مقهور. دیگر دولت شهی 18 پسر شد، شهنشاهی تمامی بحر و بر شد. پس از آنکه یک صفحه از نوشتجات پر شد، سید فرخشاه و پیشروی انشا باور حاصل نمود و مقصد گذاشت که دیرش تا چاشت فردا قصیده را به آخر رسانده در محفل شب پس از یلدا به مهمانان صاحب معرفتش بخواند. وی چهره های شاعران نامدار جعفر، قدرت، شاه عبدالله، نظمی
میرزا کوچک ایام بیک منجانی را که در عید و ایام آنها را به خانه اش دعوت کرده محفل ها می آراست پیش نظر آورده رغبتش به مراتب افزود. تا به حال در نزدشان یگان بیت ایجاد کرده خودش را نخوانده بود. می ترسید که پوچ و بی معنا باشد و اعتبارش را بکاهد. اما این بار می خواند، البته می خواند و در ستایش شاه رعیت نواز مملکت هم سخن عرضه می دارد. مصرع‌ها پی هم روی ورقها قطار شدند. دیگر در ملک شغلان سابق النعل به تختی خسروی بنشسته چون لعل، برون آمد از آن معدن چو گنجی، اسامی شریفش شاه ونجی. زبادی شاه ونجی آن شهی نیک، به مشهوری که گفتندش امیر بیک. نکو روی و نکو خوی و نکو زاد، سرای دلربا را کرد آباد. به هر جای ز کوه و دشت و صحرا، برون آورد جوی از کوه خارا. خدا راضی از او هم خلق راضی، چنین بودند آن شاهان ماضی. شهی ونجی امیری ملک شغلان، بدخشان را گرفته تا کلوکان. همه ملکی بدخشان در نگین شد، به آخر منزلش زیر زمین شد. زباد آن شهی سلطان عالم، قباد خان شد قبادی ملک خاتم. نبوده در جهان مانند آن شاه، همیشه فتح و نصرت بود همراه. گل در گلشنی شاهی قباد خان، علم زد رایتی عبدالرحیم خان. ولی عهد بود آن شاه عادل، نبوده هیچ کس با او مقابل. همه شاهان ز نسل شاه خاموش، اسامی عبدالرحمن دار در گوش. سعید است و سعید است و سعید است، خدایش در دو عالم برگزیده است. چنان از گلبنی عبدالرحیم خان، برآمد در چمن یوسف علی خان. به زیب و زینت آن شاهی نکوبخت، پس از اجداد خود بنشست بر تخت. هم از عقل و هم از جود و هم ادراک، برآمد طمطراق شه بر افلاک. دو نامی نیک دارد بی تخلف، یکی نام از علی دیگر ز یوسف. رسانده یوسف مصری به تختش، شهنشه را دهد اقبال و بختش. علی یاری رسان باشد همیشه، کند از دشمنانش بی خریشه. بماند تا قیامت نسل آن شاه، نگردد منتقی از فضل الله. خدایا خصم او را سرنگون کن، سوی الیاس و خضرش راهنمون کن. شنو ای یار از جود و سخایش، چنان بخشش نموده بر گدایش. مرا از فضل و جودش هم قرین کرد، زمیران دیگر بالا نشین کرد. ز روی مکرمت ایجاد فرمود، سرای دلربا آباد فرمود. بجودی آن شهی یوسف علی خان، مگر فرخ رخی شاهی فقیران. مشقت کرد به چندین قوم انبوه، برآورد جوی بارش را از این کوه. ز بیجایی شغلان در فغانم، چو فرهاد این زمان از کوهکنانم. خدا آباد دارد آب جویش، بماند در جهان نامی نکویش. 112 از آن شاهی امیر بیک، شده ویرانه این آباد چون ریگ. ز غین و صاد و ری گرمی شماری، ز آبادی پسینش یاد آری. نهنگ و مار از تاریخ کن یاد، چنین ویرانه را کردیم آباد. ز فضل و جود و توفیقی بزرگان، شود آخر در اینجا باغ و بستان. برارم دست حاجات تنومند، کنم یا رب به درگاه خداوند. که ای رزاق رزقی مور و ماهی، دهی یوسف علی را پادشاهی. تمامی دشمنانش ساز مقهور، شهنشاهی جهان را دار مسرور. ضعیفی را به لطفی خود قرین کن، به زیر سایه شه هم نشین کن. کریما قادرا پروردگارا، نگاهش دار از کلی خطرها. مرا در سایه لطفش امان ده، امان از فتنه آخر زمان ده. خداوندا دعایم کن اجابت، نهی ذلی الهی بر رعایت. عدالت را به شه داری مسلم، چنین آمد دعا والله اعلم.
شعر خیلی آسان ایجاد شد. شاعر به مصرع آخرین نقطه گذاشت و ورقهای نوشته را در پرتوی از روزن به صوفه افتاده آفتاب با هوس و کنجکاوی مادران نسبت به طفل نوزاد چند دقیقه تماشا کرد. دو سه جا را اصلاح درآورد، بعضی معنی ها را در ترازوی منطق بار دیگر سنجید، سپس اوراق را به تلیچه گذاشت و دهانش را بسته به تاقچه ماند و بیرون برآمد. فراست شاه خدمتگار که در خارسنگ نزد باغ میتین تیز میکرد، کارش را پرتافته به استقبال خواجه اش شتافت. چی خبر؟ صدای نرم و ملایم سید فرخشاه از قناعتمندی درونی او درک میداد. گل اندر گل عباره دوست داشته خود را به زبان آورد. فراست شاه از کارگاه 2 پود 5 میتین 7 تیشه 6 مصران آوردیم. بیلها بعد 2 روز تیار می شوند. انجن چی؟ از انجن کمبودی نداریم تا آخر کار می رسد. یک بینم، گفت سید فرخشاه و راه انبار را پیش گرفت. فراست شاه پیش دوید و در انبار را گشاد. در صوفه چیزمانی اسبابهای نامبر کرده خدمتگار می خوابیدند. خوجین هر یکشان را به دست گرفته وزن و اندازه و صفتشان را سنجید و خلاصه کرد. آهن روشان از ونج کمتر نبوده است کو، حالا که پول داریم 20-30 پود خریده ذخیره کردن لازم. کی آدم فرستم تقصیر؟ 2 روز پس، حالا که راه گشاده است نباید دیرمانی کنیم. 2 خچیر به قوت آماده کن. بجام پیرم. خوجین و خدمتگار از انبار برآمده بودند که سوار رسید و از بالای زین راست خود را به پیش پای سید فرخشاه پرتافت. وی خوف برد و خود را 2 قدم عقب کشید. سلام و صد سلام ای پیر روشن ضمیر و عالمگیر شغلان زمین، سید آلا و والا، از گمترین سگ درگاه شما بسیار بسیار خواهش و التجا و التماس دارم که دقیقه به زبان پر از لعنتم توجه فرمایید و مرا به دیدار مبارکتان شرفیاب نمایید. مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد پایان شکیبایی. سید فرخشاه از بازوی مهمان ناخوانده داشته بالا کشید. خودت را راست کن غضنفرشاه، تو آدم بر این سلام کردن نمیتوانی. اگر باز به هوای سید شوی آمده باشی نه تعظیمت به کار می آید نه تملقت. غضنفر برخاست و دامن جامه پیر را بوسید و به چشم مالید و گفت پذیرید نپذیرید این دین مریدی بنده گمنام شماست. هزاران سپاس پروردگار عالم را که این سگ را به دیدار مبارک شما رساند و لگلگ بخشش و پوزش که وقتی پرنقد شما را می گیرم، اما این بار از شاه شاهان عالم آن سلطان باگرم یعنی سید یوسف علی خان صاحب تخت و جوانبخت به حضرت شما رقعه دارم. اگر اجازت فرمایید بر گف بیضایی شما نهاده کنم. مذاق سید فرخشاه از زبانوری مهمان غلطی خصال راحت یافت، کاغذ را از دستش گرفت و کشاد و چشم دوان. اوهو، این بار خود شاه را به میان درآورده ای کو؟ سید فرخشاه به چشمانش باور نکرده نامچه را 2 بار دیگر خواند و به حیرت آشکارا افزود. تو به شاه چه مناسبتی داری؟ همین قدر که در یارگند چند سال همراه طفولیت داشتیم حضرت پیر. آن زمان وی همراه پدرش فراری بود. سید فرخشاه لحظه افت و اندام نظیف غضنفر را از نظر گذراند و گفت ای مرد پرچشم، کار شاه دنیاداری است، کار من دینداری. می توانم که گپ شاه را نگیرم، اما به 3 سبب خواهش او را به جا می آورم. غضنفر روح گرفت و از نو 2 زانو زده دامن پیر را به رخسارش پخش کرد. جانم به قربانت ای پیر روشن ضمیر و ای میر به تدبیر. اولا این همه فداکاری که شاه در حق تبعه پارشنیف کرده است. ثانیاً اختیار اوست که به اولاد خودش کسی را بخواهد داخل کند و ثالثاً همت بلند خودت برای فقیران که جوی میکنند چه خیری که میکنی. من برای مردم دیاری که چشمه پیر شاه ناصر آستان امام زین العابدین
قدمجای گوگب آسمان معرفت میر سید علی همدانی و پیرخانه شما را دارد. تنم را بنده و جانم را فدا می گونم. فقط شما اشاره فرمایید. تن و جانت البته شریفند، اما حالا برای مردم مال خیر کنی ثوابش بیشتر می رسد. غضنفر چابک سری پا شد، به دو حلاس خود را به اسبش رساند، لجامش را گرفت و پیش کشید و به دست سید فرخشاه نهاد. پیرم، این مادیان را پدرش قرغزی، مادرش کاشغری است. در تمام ولایت ذات از این پربرداشتر نیست. این را قبول فرمایید. من دو روز پس در غند که شدم، باز یک مادیان و یک نر را از همین ذات به درگاهتان راهی می کنم. سید فرخشاه یال و کوپال سمند پرقوت جومست را به هوس تماشا کرد و گفت: برای ما حالا از مادیان دیده پول مادیان مهمتر است اندوال. هرچی که فرمایید پیرم، پول دو اسب وعدگی را هم بدهم یا زنده رسانم. نقد داشته باشی، پول باز یک مادیان را خیر کن، بسنده است. از این زیاد به سرت جبر می شود. غضنفر دست به بغل کمزورش برد و همیان کلان بدر آورد و دهانش را کشاد و گفت: پیرم، الوعده دین، پول دو مادیان را همین حالا می دهم، لیکن اسب را هم به درگاهتان زنده می رسانم. 3 شهروا دارم: روپیه، بخارایی، یامبو. کدامش را شمارم؟ سید فرخشاه با حیرت شکرخند زد و گفت: والله بالله تو بر این انسان هوشیار و تیار را بار اول دشوار آمدم. روپیه دهی بهتر. غضنفر به سرعت حیرت آور پول دو مادیان را در یک نفس شمارید و زانو زد و به کف سید فرخشاه نهاد. پهیل کردم این پول حلال را به نام الله تعالی به پیر سید فرخشاه و مریدان مولا. سید فرخشاه پول را به فراست شاه داد و خود دست به دعا برداشت. وقتی که آمین گرفتن، صاحب خانه مراعات نمود: اکنون خانه در آش هم تیار، حلوا هم. بسیار میخواهم از صحبتتان بهره‌یاب شوم، اما شاه به عاجل مرا به گاشغر فرستاده و فرصت دست نمیدهد. یگان حادثه مهم رخ داده است. غضنفر چشمان کلانش را به فراست شاه دوخت. سید فرخشاه اشاره را فهمید و امر داد: فراست شاه، پول را به خانه درآر. وقتی که خدمتگار رفت، غضنفر از روی احتیاط به 4 طرف نظر انداخت و در مسافه یک وجب به همصحبتش نزدیک آمد و در بیخ گوشش پیچ پیچ زد: حضرتا، میدانم شما از همه چیز آگاهید، اما از قرغیزان شنیدم که انگریزها و روسها شغنان و پامیر را 2 بخش کردند. شاه برای تفتیش این حال مرا به گاشغر فرستاد. عجبا! سید فرخشاه به علامت تعجب سر جنباند و افسود: واقعه چند ماه قبل اکنون به گوش شاه رسیده است. بگردم این خیل دولتداری را. شما خبر دارید پیرم؟ پیر حق ندارد که ساعتی از سرنوشت مریدانش در غفلت باشد. غضنفر که با آگاهی خود میخواست پیر را به حیرت گذارد، خود از آگاهی پیر در حیرت افتاده ندا داد: تصدق جان شما، مرا ببخشید که در باخبریتان از عالم حوادث نفس شک آوردم. سید فرخشاه لبخند زد و گفت: بخشیدم، اما چون عزم کاشغر کرده ای چند مصلحتی دارم. بفرمایید پیرم. دست روی سینه گذاشت غضنفر: در اینجا نه، خانه درآییم، قوت بخوریم و گپ زنیم. هر آینه من باید رقعه هم برایت بنویسم که یوسف علی خان در اساس آن تو را به شجره‌نامه اش داخل نماید. غضنفر که این طرف مسئله را تماما فکر نکرده بود، 2 دستش را چلیکوار سر سینه گذاشته سرخم کرد و گفت: خر سیاهتان شوم پیر ملک، گله پر از شمال من همین قدر کار می کند. سید فرخشاه مهمان را به خانه در آورد و فراست شاه را فرمود که اسبش را آب و جو دهد. سرکاران، استاهای نامدار و کارگران پیشقدم ترمیم جویبار تا صبح صادق به شبشنوی نشستند. آنها همگی بار نخست در معرکه معتبرترین شخص شغلان زمین اشتراک می‌کردند. پس از گزاریدن نماز و صرف طعام، سید فرخشاه گفت: آدمان در گذشته‌های دور چون می‌دیدند که گرمی خورشید در فصل تیر ماه به تدریج کم می‌گردد،
یعنی قوت از تنش می رود، می ترسیدند که مبادا غروب کند و دیگر از طلوع باز ماند. بنابراین چون در آسترین شب می رسید جمع می آمدند و تا روز نیایش می کردند که آسمان آفتاب جهانتاب را از نو تولد کند و خاکیان را از نور و روشنایی محروم نگرداند. به نشان صدق و باور به عنایت آسمان آنها در این شب چیزهای تولید و اختراع نموده اشان را به معرکه آورده به نمایش می گذاشتند و تا دمیدن صبح هر کس درباره چیز ساخته خود و طرز استفاده آن نقل می کرد. یعنی با نمایش دادن اشیای تولد کرده خود آسمان را به دیگر باره زادن آفتاب تشویق می نمودند. یلدا به حقیقت عید شماست، گفت سید فرخشاه در دوام گپش. شما هستید که جویبار کلان را ساخته اگر خداوند سرگرمی پیش نآورد دیرش 2 ماه پس به آخر می رسانید. قل ارأیتم این اصبح ماؤکم غورا فمی یأتکم بماء معین. شما در این مدت چقدر سبد، بوریا، نمد، تبر، تیشه، چاک، خنجان، بیل، مصران و غیره ها ساختید. با توسط کارتان در این شب بزرگ به آن حی و حاضر نشان دادید که از شما دیده به او بنده نزدیکتر نیست. سید فرخشاه آنقدر صحبت عجیب و نقلهای غریب کرد که فعله و دهقان حاضر مجلس بارها به وجد آمده، حتی بعضی اشان اشک ریختند. دانایی و سخنگویی پیر همه را مفتون و افسون ساخت. پاس دویم شب رشته سخن را به مهمانان داد و خواهش کرد هر کس چه هنری دارد بدون ابا و استحاله منظور بنماید. بعد نماز بامداد خواندند و حلیماو آشامیدند و برخاستند. سید فرخشاه به هر کدام یک اسباب دیروز از کارگاه آورده را انعام کرد و هر یکی را دعای خیر داده گسیلان و خود تا چاشتگاه در قرائتخانه اش به استراحت غنود. آفتاب در حقیقت گویا نو به دنیا آمده باشد، پس از سفید شدن روز هم سرد و کم قوت به نظر می رسید. وی در پشتی پرده ابری به وسعت آسمان تنک گشته کودکی در چادر حریر پیچانده را به خاطر می آورد. روز کوتاه زمستان از چاشت گذشت که قدی بلند سید جعفر در روی حولی دامادش پدیدار گشت. وی راست به پشت خانه گذشت. از آنجا صداهای به گوش می رسیدند. 2 مرد جوانه ذبح گردیده را پوست می کندند. زنان قسم دیگ کلان را می شستند. ایده در آشخانه با غال و مغال خمیر و زواله می خیلیدند. اکرام بیگم که به حوصله تمام دیگ می شست به خسور شوهرش سلام داد. سید جعفر علیک گرفت و گفت دستتان درد نبیند ورعمد، تو را به دیگ و طبخشویی چه مناسبت؟ تو کار فرما اینها کار کنند. از بیکاری سرم ورم می کند تاتیک. به مشغولیت مانم دستانم می خورند. پلانجت در کجاست؟ در خانه درون. رفتیم به خانه درون. اکرام بیگم سر باز زدن خواست، ولی وجاهت جدی سید جعفر مجبورش کرد که دنبال او را بگیرد. در خانه درون اشرف ما پدر و پلانجش را گرم استقبال گرفت. سید جعفر بعد سلام رنجیده خاطرانه پرسید دخترم این چی گپ که دختر شاه دیگ بشوید و تو در خانه گرم بشینی؟ فقط فکر نکن که این گپ از شاه دختر برآمده باشد. پدرجان باور کن اکرام بیگم را در خانه طبیله کوبی هم بندش را میکند و سر دیگ و طبق میدود. من سرگرم همین کار بیرون هم نبرآمده ام راستی. کدبانو عذرخواهانه چرخ پشم ریسیش را نشان داد. تاتیک کدبانو هم بیکار ننشسته است، گفت اکرام بیگم. این خیلزنی 10 انگشتش پر هنر را در عمر سرم دوچار نآمدم. غیر از این خانه های ما جدا جدایند. ولعمت از کجا می داند که من به چه مشغولم؟ سید جعفر از مناسبت دوستانه پلانج ها دلپر گشت و نصیحت آمیز گفت شما هر دویتان از اولادهای بزرگید. زینهار به زینهار تنگ شریکی و حسد به دل راه ندهید که زنان مسلمانان قدم خود را در قدم شما راست می کنند. برکت یابید الهی. زنان آمین گویان دست برو کشیدند. سید جعفر جانب در قدم گذاشت. زنان به گسیلش برآمدند. نبیره هایم در کجایند؟
در باردان برای علاو هیزم می شکنند. من به پیرخانه می درایم شما دختران عزیزم این پند شاه ناصر را از یاد نبرارید. چویابی دوست سختش نگه دار، به سستی دامنش از دست مگذار. بباید قرن کردن زندگانی، که سرد و گرمی کس را باز دانی. سید فرخشاه خسرو و مشاور خاصش را کنارکش استقبال گرفت و برابری به آخر رسیدن دعای خیرش عرضه داشت. بار اول دل کردم که من هم در حضور ادبا این عاجزم را بخوانم، لیکن اگر تو معقول بشماری. سید جعفر دو پنجه بر دو چشم نهاد. بارک الله، چیزی که از مذاق جان پیر می تراود فرمان است دیگر، نیک باش. سید فرخشاه دو زانو زد و به قرائت پرداخت. پیر می خواند و مشاور گاه ناگاه بشک یا استبشرا گویان شادانه ندا می برآورد و محبت نویسنده را به نوشته‌اش افزونتر می نمود. وقتی قرائت پایان یافت، سید جعفر دست سید فرخشاه را بوسید و گفت احسن، هزار بار احسن. پیرم، مالی که خلق و پولی که شاه در این جویبار صرف کردند به اثر می شود، ولی این مثنوی تا جهان است سترده نمی گردد. سید فرخشاه عرق پیشانیش را به دستار پاک کرد و پاسخ داد اما بر ناجوری هایش چشم پوشیدی پدر عزیز؟ آره، دو سه لغزش دارد، اما ما درون را بینگریم و حال را. تو ادعای شاعری نداری که از سوزن سلاخ نقدت گذرانند. پیر به هر طرزی که گوید همان شیوه مقبول است. سید فرخشاه به حاضر جوابی و نکته‌یابی خسرش بار دیگر تن داد و شوخی کرد. تو گفتی و من باور کردم. آره، من نگفتم که شاعر هستم، گفتم چو فرهاد این زمان از کوهکنانم. کوهکن بیچاره همین قدر مجال دارد. این هزل مناسب هر دو را به خنده آورد و سینه هاشان را مالامال فرح کرد. انجامی گفتار 25. شنونده های گرامی، شما خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ اتامیر خوجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبدلای جا محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.